اینجا شهر آبادان برزیل ایران در کنار علی آقای مشهدی عزیز تمامی کچلی هاشو زیر کلاهش قایم کرده. اما یه روش جدید رو توی تقسیم موز به شما بیاموزم. علی، قسمتی از موز الان کنده شده چون رسیده ترین موز رو علی آقای مشهدی برداشت داد. من ریسکه، میگن موز اگه از وسط بگیری یهو بشکنی موز به دو نیم تقسیم میشه بدون که استفاده از چاقو. درسته، ما این کارو میکنیم. اگر یهو شکوندم و نصف شد که معلومه که شانس من علی مشهدی خیلی زیادی. اگر که له شد تو دستم همونجوری له شده میچپونم توی حلق علی مشهدی و تو حلق خودم موزو. بله، نصف شد. با اینکه موز بسیار رسیده هست و نیاز به چپوندن دیگه نیست. شما آروم آروم خودت بچپون. ببخشید، بخور موز تو. آره، تو تمام لباسات پاچید. یه مقدارش هم این زیره، اینا رو هم بردارم. اونجا هم هست یه مقدار. تمیزش کردم، نگران نباش.